سلام علیکم دوستام وطندارام همشهریام. آماده برا فرد شما به شما یک خواهشی دارم از شما. خیلی کوتاه میگم، یک چیز برای شما میگم. همین فرهنگ خود خو بم کشور خود خو استفاده کنیم. فرهنگ خود خو بم جایی که زندگی میکنی استفاده کن. دور از سر بعضیا به خاطر 4 تا دلغک دگم ما باید مثلا زجر بکشیم. داخل صفا مجازی میری میگه افغانستانی ها گمشیم، به داخل میری میگه افغانی ها برای ما کشور ما، اونجا میری میگه افغانی. من خود شخصا لباس دارم، لباس نمیپوشم، به هر جا نمیپوشم. جشن باشه، عروسی باشه، چرا جشن عروسی باشه میپوشم. اونم به داخل خونه خود نمیپوشم، لباس به داخل پلاستیک میکنم، میرم به اسنپ به داخل سالون برخو میکنم. عروسی یا جشن که ختم شد پس لباس خود داخل مشمو پا بسته میکنم، لباس فرنگی کشور برخو میکنم. به خاطر که فرنگ ما زیر پا نشه، فرنگ ما به زیر پا نشه که بگم افغانستانی نکنیم. بلیاز خدا رو شما رو ببینه، نکنیم این کارا.